سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خوش اومدید. ما اینجا طبق روال هر هفته روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه با پخت انواع غذاها و دسرهای ایرانی و خارجی خدمتتون هستیم. من امروز قصد دارم یکی از غذای بسیار خوشمزه رو خدمتتون آموزش بدم. لوبیا پلو زعفرانی تبریزی. بزنیم بریم سراغ مواد اولیه. گوشت چرخ کرده 200 گرم، لوبیا سبز 250 گرم، برنج خیس خورده 4 تا 5 پیمانه که از شب قبل خیس شده، سیب زمینی 1 عدد، پیاز سرخ کرده 1 عدد، پیاز 1 عدد، کره به مقدار لازم، رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری و زعفران به مقدار لازم. نمک و فلفل سیاه و ادویه پلویی و زردچوبه و آب لیمو به مقدار لازم. خب ابتدای کار نصف پیازی رو که داشتیم رو با رنده ریز رنده میکنیم و گوشتمون رو بهش اضافه میکنیم تا بوی ذخم گوشت توسط این آب در واقع پیاز گرفته بشه و بعد بهش آب اضافه میکنیم، داخل یک قابلمه میریزیم و میذاریم که بپزه. خب توی این اثنا من میرم سراغ بقیه پیازم، اونو نگینی خوردش میکنم. همونطور که میبینید بقیه همون پیازی بود که قبلا داشتم و بعد داخل روغن سرخش میکنم. قراره که سرخ کرده اینو به گوشتم اضافه بکنم. حالا همونطور که تو تصویر میبینید کاملا گوشتم خامیش گرفته شده، پیاز داغ رو بهش اضافه کردم و یه مقدار دیگه اجازه میدم با این بپزه و طعم و عطر پیاز رو به خودش بگیره. خب حالا همونطور که تو تصویر میبینید گوشتم کاملا آبش کشیده شده. من نمک و فلفل سیاه بهش اضافه میکنم و بعد روب رو بهش اضافه میکنم. البته روب رو با آب ترکیب کردم تا یه مقدار ترکیب شلتری بشه و به راحتی با گوشتم ترکیب بشه و بعد همش میزنم تا کاملا یک نواخت بشه و بعدش زعفرون رو بهش اضافه میکنم. زعفرون در این مرحله عطر و طعم بسیار عالی به گوشت میده و دست آخرم آبلیمو بهش اضافه میکنم تا عطر بسیار عالی بهش بده و از تلخ شدن مایه گوشتی هم جلوگیری بشه. خب همونطور که تو تصویر میبینید لوبیا رو گذاشتم و پخته و بعد از اینکه کاملا پخته شد بهش روغن اضافه میکنید. میتونید کره یا روغن زیتون اضافه کنید و داخلش تفت بدید. تفت دادن لوبیا تو این مرحله خیلی کمک میکنه که لوبیا پلومون خیلی خوشمزه بشه. تو این مرحله که کاملا سرخ شد من بهش پیاز داغ اضافه میکنم. پیاز داغ خب من از قبل آماده کردم و داخل فریزر گذاشتم و حالا به مقدار لازم ازش استفاده میکنم. شما اگه نداشتید توی فریزرتون به صورت آماده میتونید یه پیاز رو سرخ کنید و توی این مرحله به لوبیاهاتون اضافه بکنید، چون واقعا توی طعم نهایی لوبیا پلوتون خیلی موثره. این پیازی که من اضافه کردم خیلی کم تفت داده بودمش و الان با لوبیا یه مقدار دیگه لازمه که تفت بخوره و در نهایت من بهش فلفل سیاه و همینطور نمک اضافه میکنم. تو این مرحله همش میزنم و زعفرون و همینطور رب گوجه فرنگی بهش اضافه میکنم تا عطر و طعم خیلی بهتری رو داشته باشه. همش میزنم و بعد مایه گوشتیمو بهش اضافه میکنم. خب الان همین که اینو مخلوطش بکنم و همش بزنم دیگه مایه گوشتی من کاملا آماده هستش و میرم سراغ برنجم. آب رو گذاشتم توی قابلمه تا به جوش بیاد و توی این اثنا من سیب زمینیامو خوردش میکنم. همونطور که میبینید برش خیلی نازکی رو سیب زمینی ایجاد میکنم و ته ظرف رو که قرار برنج رو بذارم دم بکشه چربش میکنم و داخلش یه مقدار زعفرون میریزم و همینطور تکونش میدم تا همه قسمتاش با این در واقع روغن آغشته بشه و سیب زمینیامو تهش میچینم. همونطور که میبینید سعی میکنم همه قسمتاش با سیب زمینی پوشیده بشه و بعد یه مقدار زعفرون ته این در واقع قابلمم روی سیب زمینی هام میریزم.
تا نهایتا تهدیگ زعفرونی بسیار خوشمزه‌ای داشته باشیم. حالا همطور که میبینید آبم به جوش اومده. من برنج رو بهش اضافه میکنم و اجازه میدم تا برنجم داخل آب کاملا قد بکشه. حالا همطور که میبینید بعد از چند دقیقه کاملا برنجم آماده است. من این رو آب کشی کردم و ته ظرفم یک لایه میریزم و به آرومی با کمک کفگیر به صورت یک نواخت ته ظرفم پخشش میکنم و بعد ادویه پلویی رو توی این مرحله یک لایه روی برنجم میزنم تا همه قسمتاش آغشته به ادویه پلویی بشه و بعد مایه گوشتی به اضافه لوبیا رو روش اضافه میکنم. یک لایه برنج و یک لایه مایه گوشتی بهش اضافه میکنم و همین کار رو تا انتها ادامه میدم. حالا برای اینکه بهتر دم بکشه ما سعی میکنیم که برنج رو در قسمت مرکزی بذاریم و از دیواره های قابلمه یه مقدار فاصله داشته باشه و بعد میتونیم روغن داغ یعنی کره آب شده یا روغن زیتون توی این مرحله روش بریزیم و بذاریم که دم بکشه. حدوداً 45 دقیقه الی 1 ساعت طول میکشه که برنجمون دم بکشه، لوبیا پلومون آماده بشه. حالا تقریبا یه ربع مونده که من شعله رو خاموش کنم قبل اینکه برنجم کاملا دم بکشه. من زعفرونش رو بهش در واقع اضافه میکنم تا همراه با برنج هم عطر خوبی به کل برنج بده و همین که تو کل سطح برنج میخوام اینو پخشش بکنم. خب دیگه تقریبا کارش تمومه. بعد اینکه زعفرون رو به همه قسمتاش ریختیم میذاریم که یه مقدار دیگه دم بکشه و بعد سروش میکنیم. خب همینطور که تو تصویر میبینید لوبیا پلومون آماده شده و بسیار بسیار خوشاب و رنگ. تهدیگ زعفرونیش هم که دیگه واقعا فوق‌العاده و محشر میکنه این غذای بسیار خوشمزه رو. دوستای عزیزم امیدوارم که این غذای بسیار خوشمزه و لذیذ رو تهیه کنید همراه خانواده‌تون صرف کنید ازش لذت ببرید. عزیزان اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت بکنید. تا برنامه دیگه خدا نگهدار.